زمانی که به دونالد ترامپ شلیک شد ما داشتیم توی خاک آمریکا ماهیگیری میکردیم. دوستان با این گزارش همراه باشید تا این برنامه ببینیم چی گذشت. جایی که این هفته برای ماهیگیری ما انتخاب کردیم بین مرز کانادا و آمریکا بود، یعنی با چند تا پارو زدن خیلی راحت میشد وارد مرز آمریکا شد و ما این کار رو کردیم برای اینکه لوکیشن خیلی بهتری اون قسمت وجود داشت. یکی از شگفتی‌های ماهیگیری این نقطه این بود که شما میتونستید همزمان 5 نمونه قزلالا رو با فلای فیشین صید کنید. ماهی‌های این دریاچه عبارتند از بول تراوت، دالی واردن، بروک تراوت، رمبو تراوت و وستلوپ کات تراوت. ما برای اینکه بتونیم از خاک کانادا به دریاچه به خاک آمریکا برسیم باید یک رودخونه کوچیک رو به وسیله پانتوما و پدالبوردهایی که داشتیم و این مسیر رو طی می‌کردیم که به دریاچه برسیم. همجور که می‌بینید مرز بین کانادا و آمریکا با قطع کردن درختان مشخص شده بود، ولی خب برای ما مهم نبود. ما این مرز رو رد کردیم. برای اینکه اتفاقی نیفته ما پاسپورت‌های خودمون رو به همراه داشتیم که اگر توسط پلیس آمریکا دستگیر شدیم حداقل بدونیم که مدرکی داریم که ما سیتیزن کانادا هستیم. در این برنامه گروه ما متشکل از 3 ماهیگیر بود: فرشید و علی و من. فرشید با سیستم اسپینینگ ماهیگیری میکرد، من و علی با سیستم فلای فیشینگ. چون در دریاچه ما ماهیگیری میکردیم ما از نخهای سینک استفاده میکردیم که بتونیم پشه خودمون رو به عمق آب برسونیم با استفاده از استریمرهای خیلی بزرگ، چون ماهی‌های مهاجم اونجا خیلی راحت به استریمرهای خیلی بزرگ حمله میکردن و ما در این برنامه از اونها استفاده کردیم. زمانی که ما در عمق آب کمتری ماهیگیری میکردیم از سینک های سبک استفاده میکردیم و زمانی که در عمق زیاد ماهیگیری میکردیم از سینک های سنگین که فروروی خیلی زیادی داشت استفاده میکردیم. واقعا خیلی عجیب بود بین 2 کشور ماهیگیری کنی و بتونی همزمان هم در کانادا و هم در آمریکا ماهیگیری کنی. افرادی که سیتیزن کانادا هستن خیلی راحت به وسیله مرزها میتونن با پاسپورت بدون ویزا به آمریکا سفر کنن، البته از مرزها، نه از دریاچه، رودخونه و کوه، و این کار کمی میتونه غیر قانونی باشه. برای همین این کار ماهیگیری ما خیلی هیجان انگیز میکرد و خیلی استرس عجیبی در ماهیگیری داشتیم. با اینکه این دریاچه ماهی‌های خیلی متفاوتی داشتن، ولی هر بار که یک ماهی به استریمر ما حمله میکرد ما از نحوه جنگندگی ماهی متوجه می شدیم که این نژاد ماهی چیه. مثلا اگر بولترود به پشه ما حمله می کرد این ماهی فقط دایو می زد بدون هد زدن، یعنی ما متوجه می شدیم که این ماهی بولتروده. اگر بروکترات صید می کردیم این ماهی دایو می زد و بعضی وقتا هم هد می زد، یعنی ما متوجه می شدیم که این ماهی بروکتروده. ولی وقتی که قزلالا به پشه ما حمله می کرد خیلی هد میزد و به سمت بالای آب حرکت میکرد و خیلی راحت تشخیص این خیلی راحت بود که بدونیم یک قزلالا رنگ کمان صید شده. اگر شما میخواید ماهیگیری خیلی موفقی داشته باشید در کانادا یا آمریکا باید ماهی‌ها رو بشناسید، چون تمام ماهی‌ها شما اجازه نگهداری اون رو ندارید. خیلی از من سوال میپرسن چرا ماهی‌ها رو آزاد میکنید، ولی واقعا باید بگم که قانون اینه. خیلی از ماهی‌ها مثل بول تراوت، مثل وستلوپ کات تراوت، اینا ماهی‌های خیلی حفاظت شده باید رها بشه. بعضی از ماهی‌ها مثل بروک تراوت ما اجازه نگهداری داریم، یعنی وقتی شما ماهی میگیرید حتما باید ماهی‌ها رو بشناسید. اگر ماهی‌ها رو نشناسید و ماهی اشتباهی نگهداری کنید، اگر توسط مأمور ماهی شما چک بشه امکان داره که جریمه خیلی سنگینی بشید. ما معمولا برای ماهیگیری در دریاچه از قایق‌های بزرگ آلومینیومی 10 یا 12 فوتی استفاده میکنیم، ولی به دلیلی که این دریاچه هیچ اکسسی به بوت لانچ نداشت ما برای اینکه بتونیم به این دریاچه برسیم از پانتومای که باد میشن و خیلی سبک هستن استفاده کنیم که خیلی راحت‌تر بتونیم به این دریاچه برسیم برای ماهیگیری. ما برای اینکه اطلاعات خیلی دقیقی از تومایی که ماهی‌های مهاجم این دریاچه شکار میکنن داشتیم از استریمرهایی استفاده کردیم که شبیه بچه ماهی. وقتی ما اونا رو پرتاب میکردیم و اونا رو جمع میکردیم زیر آب حکم بچه ماهی داشت که از دست شکارچی فرار میکنه. برای این خیلی با این استریمرها خیلی موفق بوده. استریمرها پشه هایی هستن که زیرا میتونه حکم خیلی از تومای رو ایفا کنه که ماهی‌ها اونها رو شکار میکنن. در این برنامه ما از چوب‌های کلاس 5 و 6 در ماهیگیری استفاده کردیم.
من برای صید بولتراود از چوب کلاس 6 استفاده کردم به دلیل اینکه این ماهی بسیار بسیار قدرتمنده. برای اینکه بتونیم سریعتر اون رو صید و رهاسازی کنیم که ماهی صدمه ای نبینه، من از چوبای کلاس 6 استفاده کردم که این فرایند سریعتر انجام بشه. همونجور که در ابتدای ویدیو گفتم، ما در قسمت‌های از دریاچه که عمق کمتری داشت از نخهای سینک تایپ 3 استفاده می‌کردیم و در قسمت‌های دریاچه که عمق آب زیاد بود ما از نخهای سینک تایپ 6 استفاده می‌کردیم که سریعتر به قسمت زیر آب بره و ماهیگیری رو برای ما سریعتر کنه و پشه ما بتونه در عمق مناسب حرکت کنه. تشخیص ماهی بولتراود و بروک خیلی از هم مشکل بود، ولی با کمی دقت کردن به خالهای روی بدن ماهی متوجه می شدیم که بولتراود ها فقط خالهای نارنجی دارن ولی بروک ها خالهای بنفش با رنگ آبی دارن و این کار رو، این تشخیص رو برای ما خیلی آسون میکرد که بدونیم کدوم ماهی بولتراود و کدوم ماهی بروک، چون بولتراود رو باید حتما بعد از صید آزاد میکردیم ولی اجازه نگهداری بروکتروت رو داشته. برای همین تشخیص ماهی خیلی مهم بود. من از لیدرهای 6x و 5x و 4x در ماهیگیری استفاده کردم. از نخهای استریت فلورکربن هم در این ماهیگیری ما استفاده کردیم، 6 پوند و 4 پوند. معمولا ما طول لیدر رو به اندازه طول چوبمون میگیریم. چوبمون 9 فوته، برای همین لیدرمون هم 9 فوت میگیریم که زمانی که داریم در عمق ماهیگیری میکنیم ماهی نخ فلای اصلی ما رو نبینه، چون قطر داره و رنگ داره. برای همین طول لیدر رو بلند میگیریم که ماهی فقط پشه رو ببینه. پشه‌های استریمری هم که ما بافته بودیم روی قلاب شماره 4 و قلاب شماره 6 بود به رنگ زیتونی و سفید. تصویری که مشاهده میکنید ماهی وسلوپ کاتروت، یکی از زیباترین تراوت هایی که توی دنیا وجود داره. تفاوت این تراوت با رینبو تراوت اینه که زمانی که رنگین کمان این ماهی قرمز میشه زیر شکم این ماهی قرمز میشه، نه روی کمرش، و خیلی تفاوت داره با قزل‌آلای رنگین کمان و من خیلی خوشحال بودم که توی این برنامه موفق شدم یکی از این وسلوپ ها رو صید کنم. فرشید عزیز زحمت کمپینگ برنامه رو کشیده بود. از همینجا از فرشید عزیز تشکر میکنم. یک سالاد اولویه بسیار خوشمزه درست کرده بودن که واقعا بین ماهیگیری خیلی چسبید، جایی همه دوستان خالی بود. الان رودخونه‌های شهر پر از سالمون شده و همه برای صید سالمونا به رودخونه‌ها میرن، ولی خب مشکلی که این وسط هست خیلی شلوغ میشه. یعنی شما میتونی یه سالمون خیلی خوشمزه بزرگ رو صید کنی ولی اینقدر اعصابت خورد میشه تو شلوغی ها که نخت گیر میکنه به نخ بغلش، همزمان 50 نفر یه جا ماهیگیری کنن. برای همین ما ترجیح میدیم که مسافت خیلی طولانی تری رو ماهیگیری کنیم که آرامش بیشتری رو داشته باشیم، از طبیعت لذت ببریم. یعنی واقعا ماهیگیری اینه که شما این آرامش رو تجربه کنید. برای همین بین ماهیگیری سالمون ما این نوع ماهیگیری رو انتخاب کردیم. شما با پرداخت $25 میتونید 1 سال مجوز ماهیگیری استان بریتیش کلمبیا رو خریداری کنید و میتونید در تمام جاها برای انواع اقسام ماهی‌های آبشیری مثل قزل‌آلا ماهیگیری کنید. ولی خیلی جالبه بدونید که در این استان یک دفترچه، یک مجله ماهیگیری وجود داره که لیست تمام رودخونه و دریاچه هایی که شما میتونید در آن ماهیگیری کنید در این دفترچه نوشته شده. یعنی هیچ جای سکرتی در استان بریتیش کلمبیا وجود نداره که کسی از اون اطلاع نداشته. من خیلی جالبه، من نمیدونم چرا خیلی میان جاهای ماهیگیری رو از ما میپرسن، در صورتی که شما برید این مجله رو پیدا کنید که خیلی هم در خیلی از فروشگاه رایگان در اختیار همه قرار میدن. میتونید لیست تمام جاهایی که میشه ماهیگیری کرد با قوانینشون شما مطلع بشید و ماهیگیری کنید. و فراموش نکنید که در استان BC همون بریتیش کلمبیا فقط میتونید از قلابای باربلس استفاده کنید. همونجور که میبینید خیلی از ماهی‌ها هستن که شما اجازه نگهداری ندارید، برای همین باید از قلاب باربلس استفاده کنید که اگر اونها رو صید کردید آزاد کنید. اینجا میتونید ببینید که دقیقاً ما روی مرز بین کانادا و آمریکا وایسادیم و داریم استراحت میکنیم. خیلی زیباست، یعنی واقعا حس خیلی عجیبی آدم دست میده بین مرز دو کشور وایسی و ماهیگیری کنی.
زمانی که شما برای صید قزلالا به رودخونه‌ها میرید، شما تنوع خیلی زیادی از تاکتیک‌ها رو میتونید استفاده کنید. مثل هفته قبل که ما در روی رودخونه همین دریاچه ماهیگیری میکردیم، ما از تاکتیک انواع اقسام نمفینگ استفاده کردیم، از تاکتیک درای فلای استفاده کردیم و دیگر تاکتیک‌ها. ولی وقتی که شما در دریاچه ماهیگیری میکنید، تاکتیک‌ها محدود میشه و شما میتونید فقط از نخ‌های سینک استفاده کنید و از استریمرها. نمیشه گفت کدوم خیلی هیجان انگیزتره، ماهیگیری در رودخونه یا دریاچه. هر دو هیجان خودشو داره و هر دو تاکتیک خاص خودش. برای ما هر دو رو انجام میدیم لذت خیلی زیادی میبره و در اینجا یک ماهی بروک تروت بسیار زیبا رو تماشا میکنید که من به وسیله یک استریمر رنگ اولیو صید کردم. ما در ماهیگیری از نت های استفاده میکنیم که توری اونها از جنس سیلیکونه. وقتی زمانی که ماهی به درون نت میره، مواد مخاطی یا محافظه که دور بدن ماهی کمتر به تور آغشته میشه. برای همین زمانی هم که میخوایم ماهی رو با دست بگیریم، قبل از اون دستمون رو خیس میکنیم که این مواد به دستمون کمتر تماس داشته باشه و ماهی وقتی که آزاد میکنیم با سلامت بیشتری رها بشه. دوستان عزیز، تشکر که این گزارش رو تماشا کردی. تا گزارش های بعد، خدا نگهدار. منتظر کامنت و لایکاتون هستم.